قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 109. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. تاجیکان در دوره بررسی همراه شدن آسیای میانه و ترقیات مناسبت‌های کپیتالیستی در این سرزمین. 22 سپتامبر سال 1875 به دولت خانی قرارداد نو پیشنهاد کرده شد. موافق شرط‌های این قرارداد، خوقند از حقوق با یگان دولت غیر رسمی بی واسطه مناسبت پیدا نمودن محروم گردیده، مبلغ زیاد جریمه و تاوان جنگ میداد. ملک بیکی نمنگان از دولت خانی خوقند جدا نموده، همچون شعبه به هیئت کشور ترکستان همراه کرده شد. مثل هر وقت کارسازان و تاجران روس به همه گونه امتیازات صاحب گردیدند. با وجود این وضعیت تیز و تند و پرتشویش بود. فیادلان و روحانیان ارتجاع پرست همانا مردم را به جهاد دعوت می کردند. به جای نصرالدین به تخت خانی پولاد بیک شنانده شد. در نواحی اندیجان و نمنگان بین سربازان خوقند و اسکران پادشاهی زد و خوردهای شدید به عمل آمدند. حکومت پادشاهی عملاً از فایده های اقتصادی و سیاسی که در دولت خانی به دست آورده بود محروم گردید، زیرا در آن شرایط اجرای قرارداد هیچ امکان نداشت. کاوفمن از ترس آنکه شور و آشوب‌ها می توانند تمام ترکستان را فرا بگیرند، به وادی فرغانه قوه‌های علاوگی فرستاد. نهایت منبع‌های شورش و عصیان پخش کرده شدند. گنرال گوبرناتور ترکستان با پشتیبانی وزارت حربی ممانعت وزارت کارهای خارجی را که از عکس العمل انگلیا اندیشه می کرد برطرف نموده، با کاملا از بین بردن استقلالیت دولت خانی خوقند موفق گردید. موافق فرمان پادشاه از 19 فوریه سال 1876 خاک دولت خانی با نام ولایت فرغانه به هیئت کشور ترکستان داخل کرده شد. در عین زمان در جنوب شرقی آسیای میانه عملیات جنگی امارت بخارا دوام می کرد. این دفعه محل جمع آمد و تکیهگاه قشون بخارا قرشی و شهری سبز گردید. امیر مظفر در نواحی این شهرها قوه زیادی را جمع نموده، در آخر سال 1866 اولی سال 1867 به بایسون و دهنو هجوم کرد. در مقابل او دسته های اختیاری ملک های محلی نیم مستقل با سرداری بیکی حصار قرار گرفته بودند. توپخانه هر دو طرف هم خیلی ضعیف بود. حصاری ها همگی 4 توپ، 2 توپ چوینی و 2 توپ میسی داشتند. در آنها اسلحه آتشفشانی حاضر زمان به مقداری کافی نبود. بنابراین دسته ها اکثر وقت به جنگ تن به تن می گذشتند. قشون بخارا در نتیجه حرب و ضربی سخت، خصوصا در موضع اماقسای، حصاری ها را عقب نشانده در قلعه دهنو به محاصره گرفت و سپس شباخون زده قلعه را اشغال نمود. سربازان امیر به قتل عامی دهشت انگیز شروع کرده هر کسی به دستشان افتاده را نابود ساختند. به چندی از حصاری ها و اتفاقچیان آنها میسر گردید که به طرفهای قراتیگین، درواز و کولاب گریخته جان و سلامت برند. از آن جمله بیکی حصار عبدالکریم دادخواه به کولاب پناه برد.
اما بیکی آنجا سرخانی سیاستمداری مکار او را همراه چند نفر متفقانش دستگیر نموده به امیر مظفر داد. سرخان نیت داشت به این وسیله توجه حکمران بخارا را به خود جلب نماید و حکومت بیکی کولاب را در دست نگه دارد. ولی حرکت سربازان امیر به سمت شرق همانا دوام می کرد. آنگاه سرخان که ملک‌های زیادی در پایاناب دریاهای کافرنیهان و وخش به هر اندازه تحت حاکمیت و نفوذ او قرار گرفته بودند، برای در اطراف خود متحد کردن اشراف فیادلی قبیله های این ناحیه و با قوه آنها گرفتن پیش راه سربازان امیر سعی نمود. بیکی نوی دیهنو اولوغ بیک به کمک او شتافت و آنها یک جایه در اول سال 1869 اهالی محلی را برای مقاومت نمودن در مقابل بخارایی ها دعوت کردند. از بس که سرخان شعاری در بین مردم مشهوری مبارزه ضد اندازهای جاری کرده امیر را وضع می کرد، به زیر بیراق او باز فوجی سرشماری اختیاریان جمع آمد. امیر بخارا و مقربان او به نبردهای نو دقیقانه و با تمام قوه تیاری می دیدند. از جمله با سرداری یعقوب بیک کوشبیگی کوشونی مخصوص تشکیل داده شد. یعقوب بیک دسته های عملا ناآزموده و سلاحی درست نداشته شیرآباد را که به آن آستان قلبی سرداری می کرد عقیب پرتافته از سرخاندریا گذشت و تمام سرزمین حصار را به خرابزار تبدیل داده سپس راهی بلجوان و کولاب را پیش گرفت. هر یک حمله سربازان بخارا با غارت شهر و دیهات و قتل عام مردم بیگناه تمام می شد. در یک خودی حصار 5000 کس به قتل رسید. هرچند که سربازان امیر کسی را امان نداده، حتی اهالی شهر و قشلاق‌های مقابلت نکرده را هم نیست و نابود می کردند، باز از ملک‌های استیلا شده با نام امان پولی خراج هم می ستاندند. مبلغی از حد زیادی که با راه این گونه غارتگری های روی راست جمع آمده بود برای افزودن ثروت سرکرده های فیادلی بخارا صرف کردید و قسم اساسی آن به امیر فرستاده شد با مقصد کاملا از بین بردن استقلالیت بقیه ملک های این ناحیه. امیر مظفر فرمود که حاکم حصار عبدالکریم را با تمام خانواده‌اش نابود سازند. سرخان از کشته شدن ترسیده به واسطه دریای امو به خاک افغانستان گذشت. از روی بعضی معلومات ها او بعدها واری قندهار شد و از روی معلومات های دیگر به هندوستان رفته در آنجا اقامت اختیار نمود. سران قبیله و اشراف فیادلی ملک های ضبط کرده بخارا با آدمانی که نسبت به امیر صداقت داشتند عوض کرده شدند. یعقوب بیک کوشبیگی حاکم تمام این ولایت تعیین گردیده ملک های حصار و کولاب تحت قلمرو او قرار گرفت. با یعقوب بیک در حاکمیت اختیارات تقریباً نامحدود داده شد. سید نیازی کیکچی بیکی بلجوان و نجم الدین خواجه بیکی کولاب تعیین گردیدند. این حکمرانان نو به مقصد خوشخدمتی نمودن در نزد امیر کار را از رواج ظلم و ستم و ستانیدن انداز و خراج‌های خانه خراب کننده سر کرده کمترین نارضایتی و اعتراض مردم را بیرحمانه فرو می نشاندند. احوال عامه مهنتکش باز هم تباهتر گردید و از این رو به قتل و کشتارهای وحشیانه نگاه نکرده نارضایتی در دیهات و شهرها بیش از پیش قوت می گرفت
و گاهی به آشوب‌های ضد استثماری فئودالی تبدیل می‌یافت. در عین حال امارت بخارا عملیات استیلاکارانه خود را در جنوب شرقی آسیای میانه ادامه می‌داد. اکنون نوبت ضربه زدن به درواز و قراتیگین رسیده بود. این ملک‌ها آن وقت تحت نفوذ دولت خانی خوقند واقع گردیده بودند. رحیم شاه از زدوخوردهای داخلی استفاده برده حاکمیت قراتیگین را به دست گرفت و با نیت استوار گرداندن موقع خود با امیر چاپلوسی کرده هرگاه تابعیت خود را به امارت بخارا اعتراف می نمود. این حالت باعث به وجود آمدن باز یک اختلاف بین بخارا و خوقند گردید. هرچند حکمران آن وقته خوقند خدایار خان را امیر بخارا مظفر خان به تخت نشانده بود، مناسبت این دو دولت آسیایی میانه بیش از پیش تیز و تند شده آشکارا رنگ دشمنانه می گرفت. در سرحد قراتیگین زدوخوردهای سخت به عمل آمده، در آنها قوه های عسکری امارت بخارا و دولت خانی خوقند اشتراک نمودند. با وجود این وضعیت اکنون نظر به 10-15 سال پیش از این یک اندازه دیگر گردیده بود. پیشتر جنگ های بین بخارا و خوقند سالهای دراز قطع نمی شد، اما حالا در سالهای 60 و ابتدای 70 عصر 19 در آسیای میانه رسیه پادشاهی صاحب اختیار گردیده بخارا و خوقند به وسیله او تبدیل یافته بودند. هر یک جنگ و جدال بین امارت و دولت خانی به اعتبار امپریای روسیه ضرر می رسانید. علاوه بر این دایره های حکمرانی پترزبورگ و تاشکند که ترکستان را تماما به تحت تصرف خود درآورده بودند، به انکشاف رابطه های تجارتی و اقتصادی بین ولایت و ناحیه ها و ملک ها و دولت های خانی این سرزمین از روی منفعت داری خود توجه ظاهر می نمودند. به این وجه وقتی که در اولی سال 1870 در قراتیگین میان سربازان بخارا و خوقند زد و خورد به عمل آمد، گنرال گوبرناتور ترکستان کاوفمن مجبور شد به امیر مظفر مراجعت نماید و او را آگاه کند که از جنگ ضد دولت خانی خوقند دست کشد. وضعیت یک مدت به آرامی رو آورد. حاکم قراتیگین سید محمدین شاه حرکت می کرد که استقلالیت ملک خود را تامین نماید، ولی این میل او مورد پسند مأموریت ترکستان قرار نگرفت. حکومت پادشاهی به مقصد مستحکم کردن موقع خود در محلهای راه پامیر و از جهت معنوی و سیاسی تأثیر رسانیدن به حاکم قراتیگین به وادی آلای اکسپدیسیه فرستاد. در آخر ایول و اوگوست سال 1876 گنرال سکابلیف که نخستین گوبرناتور حربی فرغانه تعیین شده بود، در سر یک دسته کلان که به هیئت آن غیر از حربیان دانشمندان جغرافیا، طبیعت شناسی و نجوم کاستینکا، اشانین، بونندورف و دیگرها داخل می شدند، به سمت کوهدامن‌های پامیر رهسپار گردید. این اکسپدیسیه می بایست تاکید می کرد که حکومت پادشاهی اکنون ادامه دهنده حق خانی خوقند به ناحیه‌های کوهستانی پامیر می باشد. غیر از این وی به حاکم نیم مستقل ملک فئودالی قراتیگین سید محمدین شاه باید خاطر نشان می نمود که قلمروی او برای عسکران امپریای روسیه کاملا دسترس است. دیر نگذشته سید محمدین شاه برای گردنکشیش از حاکمیت محروم گردید و به جای او رحیم شاه که تا آن وقت
در بخارا میزیست و حکومت پادشاهی به صداقتش باور داشت گذاشته شد. در نیمه دومی سالهای 70 امیر بخارا قراتیگین را تماماً به قطار ملک‌های خود داخل نمود. سپس چنین قسمت به سری درواز هم آمد. اگر ملک‌های دشواررسی غرب کوهستان پامیر از قبیل روشان، شغنان و وخان صرف نظر کرده شود، درواز آخرین ملک نیم مستقل ساحل راستی پنج به شمار می رفت. سال 1876 امیر برای تابع نمودن این ملک با سرداری بهترین لشکرکش خود خدای نظر دادخواه قشون فرستاد. بخاری ها با تضییق سیاسی و مکر و فریب توانستند شاه درواز سراج الدین خان را برای ملاقات با امیر به شهر سبز آورانند که او در آنجا فوراً به اسارت افتاد. ولی این خیانت اراده مردم درواز را شکستن نتوانست. آنها به مقابل استیلاکاران مردانوار جنگیده، اول یک دسته نچندان کلان بخاری ها، بعد قشون 1500 را که با توپ مسلح بوده با سرداری خدای نظر دادخواه به سوی آنها حرکت می کرد تار و مار نمودند. در این جنگ خدای نظر دادخواه و چندی از سرکرده های او یردار شدند. قسمت زیادی از کرانی به این سمت فرستاده امیر نابود گردیدند. مقاومت قهرمانانه مردم وطن پروری درواز همه ناحیه های از طرف امارت بخارا استیلا شده جنوب شرقی آسیای میانه را به جنبش آورد. امیر مظفر با مقصد پیشگیری نمودن شورش های عمومی فوراً ابتدای سال 1878 به این محل ها قوه زیادی عسکری فرستاد. از روی بعضی معلومات ها امیر حتی نیتی شخصاً به آن سرداری کردن داشته بوده است. این قوه عسکری در نواحی کولا، بلجوان و قراتیگین جای گرفته، یک دسته سیرشمار به قلعه غرم نیز گذاشته شد تا که با رسیدن بهاران و از برف تازه شدن عقبه ها به درواز حمله نماید. خدای نظر دادخواه از روی این نقشه عمل نموده مدافع کنندگان درواز را به عقب نشینی مجبور ساخت و قلعه خیلی مستحکمی کفترخانه را به محاصره گرفت. بخاری ها در جنگ های سخت تلفات زیادی داده نهایت کفترخانه را اشغال کردند و پس از آن به قریه اساسی درواز، قلعه خنب و ناحیه پنج روانه شده آن جایها را هم ضبط نمودند. ولی مبارزه اسارت ناپسندانه مردم این دیار با همین قطع نگردید. و سرلشکران و سربازان امیر برای فرو نشاندن مقاومت ساکنان بعضی محلهای درواز باز به خرج دادن جهد و کوشش‌های پر از زحمت و رنج لازم آمد. مخصوصاً اهالی وادی ونج به مقابل استیلاگران بیباکانه جنگ می کردند. بسیاری آنها در قلعه دستنارسی راشارو به کمین نشسته به دشمن ضربه های سخت می رسانیدند. فقط پس از آن که آذوقه و مهمات قلعه نشینان به آخر رسید و همچنین سرکرده های فیادری به امیر فروخته شده به تسلیم قرار دادند، راشارو دروازه خود را به بخارایی ها باز کرد. اکثری دروازیان مدافع کننده قلعه به تسلیم سر نفرآورده با راه های مخفی به ساحل چپی پنج به افغانستان گذشتند. سربازان امیر مظفر هم با نیت دستگیر کردن آنها به آن سوی دریا گذشته در کناره های جنوبی آن موضع گرفتند. به این سبب آن محل هایی که سربازان امیر در آن سوی دریا قرار گرفته بودند
دروازی پسی 5 نامیده شدند. حکومت امیری مقاومت دروازی ها را کاملا برطرف نموده، زمین های آنها را به قلمرو خود درآورد و رحمان قلی بیک را حاکم تعیین کرد. طبیعت آزادی خواهی و استقلال طلبی اهالی محلی را به اعتبار گرفته، دائما در اختیار حاکم دسته سیرشماری سربازان که نفرات آنها به 1300-1500 می رسید گذاشته می شد. این سرزمینی اشغال کرده امارت که اکنون نام بخارای شرقی را گرفت، در دوام جنگ‌های استیلاکارانه چنان ضرر و خسارت‌ها دید که تا غلبه ریولوسیون کبیر سوسیالیستی اکتبر به خود آمده نتوانست. درباره این خرابی‌ها از گواهی کاپیتان شتاب گنرالی ستیتکیویچ ممکن است یک اندازه تصورات حاصل نمود. او نوشته است: به قبل ساکنان این محل‌ها تقریباً 40 سال قبل از این وادی شیرکند از دربند تا ریگر و کوهستان قرطاق همه باغ و چمنزار بود. اما در وقت جنگ‌های داخلی که با تابع شدن ریگر به امیر بخارا انجام یافتند، به ویرانزار مبدل گردید و دیگر روی بهبودی را نخواهد دید. فقط به باغ‌های اطراف بازار در ریگر در آمده دیدیم که غیر از خرابزار چیزی نیست و شهر یک دیهچه بازاری است. دیوارهای گیلی نیم ویرانه مساحتی وسیع 4 گوشه را احاطه کرده، درآمدگاه آن که از دروازه برجناک است به باطلاق تبدیل یافته است. چون این منظره حزن‌انگیز را در بسیار شهر و دیهه‌های این ولایت دیدن ممکن بود. آن شهر و دیهه‌هایی هم که هنگام هجوم سربازان امیر سالم مانده بودند، بعدها از اصول فلاکتباری اداره حکومت فئودالی بخارا به تنزل رو آورده، همراه ساکنانشان قربان حمله های خرابکارانه حاکمان حریص و وجدان فروش و تاراجگری های املاکداران و جمع کنندگان خراج گردیدند. چرا ساکنان آزادی پرستی محل های کوهسار و وادی های تاجیکستان در مبارزه با قوه های عسکری نسبتاً ضعیف امیر شکست خوردند؟ سبب اول این است که آنها از جهت آمادگی به مقاومت، وحدت و تجهیزات مادی هنوز به درجه لازمه قوت پیدا نکرده بودند. سبب دیگر این است که فیادلان بالانشین محلی مثل عادت همیشگی خود برای نگاه داشتن موقعهای امتیازناکشان در عین سختی مبارزه به طرف استیلاکاران گذشته به کار عموم خیانت می کردند. غرضهای صنفی آنها نظر به احساسات ملی و وطن دوستیشان قوی تر بود. حکومتداران امیر از این ضعف آنها استفاده برده، با فتنه و دسیسه و با پاداش و وعده ها هر گونه شاهان و حاکمان، خانها و بیکها و فیادلان خرد و کنان را به طرف خود مایل می ساختند. همچنین طرفداری و دستگیری که امارت بخارا از امپریای روسیه می دید، در برابر استیلاکاری های آن از اهمیت خالی نبود. خلق تاجیک در دوره بررسی همراه شدن آسیای میانه. هجوم قشون‌های پادشاهی به ترکمنستان. نیمه دوم سالهای 70 و ابتدای سالهای 80 عصر 19 دوره است که دایره‌های حکمران روسیه عملیات خود را در قسمت غربی آسیای میانه یعنی در ترکمنستان وسعت می‌دهند. در این اقدام نه فقط طبقه های حاکم پمیشک ها و گواریان ها
بلکه بورژوازیایی با سرعت ترقی کننده نیز که برای به واسطه بحر کاسپی راه یافتن به زمین‌های نو اشغال شده، یعنی کشادن راهی در آن زمان خیلی مساعد و سودمند حرکت می کرد، منفعت داری خود را ظاهر می نمود. غیر از این، ناحیه پس کاسپی محل دسیسه های حریف امپریای روسیه انگلیا به شمار می رفت. افیتسران و جاسوسان سیاسی انگلیس با هر راه به ترکمنستان سر در آورده با آدمان صاحب نفوذ رابطه برقرار می کردند و برای استوار نمودن موقعهای حربی و سیاسی امپریای بریتانیا در این محلها زمینه مهیا می ساختند. در ماه مارس سال 1874 حکومت پترزبورگ نظامنامه موقتی اداره حربی کشور ماورای کاسپی را تصدیق نمود. موافق این نظامنامه شعبه ماورای کاسپی زکاسپیا تأسیس یافته، مرکز آن کراسنوارسک گردید و شعبه مذکور به اختیار والی کاوکاز داده شد. مساحت آن از ساحل‌های شرقی بحر کاسپی تا دریای اتریک در جنوب و دولت خانی خیوه در شرق مقرر گردیده بود. صدارت شعبه تا رفت بیشتر به ترکمنستان و ولایتی با آن همسایه ایران راه یافتن نمایندگان انگلیس مارچ، بیکر، نیپر، کلیتن، گیل، مک گریگور و دیگران را به نظر داشته بانگی خطر زد و در نزد دایره های عالی حکومت راجع به پیشبینی کردن چاره های لازمه مسئله گذاشت. حکومت پادشاهی پس از محاکمه دور و دراز قرار کرد که قشونهای خود را به واحه اهلتگین حرکت دهد. در اول ماه می سال 1877 قزل اروت اشغال کرده شد، ولی خود همان سال سردار شعبه ماورای کاسپی گنرال مایور لاماکین به سبب دوری از قرارگاه اساسی شهر کراسنوارسک امر کرد که آنجا را ترک کنند. تیر ماه سال 1878 روس‌ها در اتریک استحکام چتر را بنا کردند و به آن تکیه کرده در ماه اوگوست سال 1879 گنرال لاماکین دوباره قزل اروت را ضبط نمود و به سوی اقامتگاه اساسی تیگین ها کوکتیپه روان شد. در نزدیکی این شهر قلعه مستحکمی دنگل تیپه بنا یافته بود. با گنرال لاماکین میسر گردید که دیه های بامی، بیورما و ارچمن را اشغال کند، لیکن در قریبی های کوکتیپه به مقاومت سختی وطن دوستان ترکمن دچار آمد. او در جنگ های شدید 28-29 اوگوست سال 1879 شکست خورده و عقب نشینی مجبور شد. شما گفتاری 109 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلوف خوند. کارگردان شیرالی نغزلی.